خب این آقای رشیدی کوچکی نماینده مجلس که پیگیر قانون واردات خودرو بودن و تصویب شد نهایتاً و کسی هم وقعی بهش نذاشته اجرا نشد، ایشون رو تایید صلاحیت نکردن برای دور بعدی نمایندگی مجلس. و خواستم بگم زیاد این خودش خبر خاصی نیست، چون نهایتا به نظرم ایشون احراز صلاحیت میشن. ولی نکته‌ای که اینجا هست اینه که ما تو اینجا دیدیم که اراده به انجام یک کاری گاهی از قانونش ارجح‌تره. یعنی توی مسئله حجاب یا طرح صیانت دیدیم که کسی منتظر و معطل قانون نشد و داره یه طورای طرح اجرا میشه، ولی توی عکسش توی ماجرای خودرو این اتفاق نیفتاد با اینکه قانونش هم بود. پس اون اراده اینجا مهمتره جناب کوچکی. زیاد بودن و نبودنتون تو مجلس فرقی نمیکنه.